امروز شمسک یه حال دیگه ای داشت. هوا کاملا پاییزی، یه طوری که انگار روح تو گرم میکنه. مسیر رویایی که میرفتم همون دالون بهشتی که هر برگش یه قصه است. درختای کهنسال انجیلو دو طرف ایستاده بودن، انگار پیر مردا و پیر زنای مهربونی که ازم مراقبت میکنن. رسیدم به پاتوق همیشگی، زیر همون 2 درخت انجیلوی خوشگلی که براشون اسم گذاشتم دلبرکای من. نمیدونم چرا، ولی کنار این 2 همیشه یه حس آشتی با خودم دارم. انگار طبیعت میگه بشین، آروم شو، من هستم.